خدمت دوستان. جلسه دیگه از کلاس تفسیر استاندارد 2800 در خدمت شما خواهم بود. در ادامه به بحث‌های گذشته خواهیم پرداخت و در ادامه بحث‌های گذشته به تحلیل دینامیکی سازه‌ها اشاراتی خواهیم کرد. تحلیل دینامیک سازه‌ها خب میتونه به روش‌های مختلف انجام بشه، مثل روش طیفی یا روش تاریخچه زمانی، که از بین این دو روش در واقع دینامیکی، در روش طیفی در دفاتر مهندسی بیشتر مورد استفاده قرار میگیره. اگر در صورتی که ما از روش تاریخچه زمانی استفاده کنیم، بایستی حداقل 3 تا شتاب نگاش داشته باشیم و اونها رو به سازه اعمال کنیم. در صورتی که 7 شتاب نگاش داشته باشیم، در واقع میانگین پاسخ‌ها ملاک قرار میگیره و در صورتی که 3 شتاب نگاش داشته باشیم، مقادیر حداکثر پاسخ‌ها ملاک طراحی قرار خواهد گرفت. ولی به لحاظ سختی کار و زمان بر بودن این پروسه، معمولا از همون روش طیفی برای این موضوع استفاده میشه. توجه داشته باشید در صورتی که ما از روش طیفی استفاده کنیم، لزوما تحلیل ما خطیه، چون داریم از اصل سوپرپوزیشن برای جمع عناصر قوا استفاده میکنیم. ولی در صورتی که از روش تاریخچه زمانی استفاده کنیم، میتونیم تحلیل رو به صورت خطی یا غیر خطی انجام بدیم. 247 تحلیل دینامیک طیفی به صورت شماتیک برای یک سازه دو بعدی نشون داده شده و در تحلیل دینامیک طیفی ما یک سازه رو در واقع یک سازه n درجه آزاد رو به n تا سیستم 1 درجه آزاد تبدیل می‌کنیم و در واقع از برهم نهی پاسخ‌ها به صورت آماری پاسخ نهایی سازه رو به دست میاریم. خب به صورت کلی ما بایستی اول بیایم مودهای ارتعاش سازه رو استخراج کنیم و بعد از اینکه مودهای ارتعاش سازه که بیانگر حرکات مستقل تغییر مکانی برای یک سازه هستن رو اگر استخراج کنیم، مقدار بازتاب در واقع هر مود در طیف بازتاب رو به دست میاریم و برای هر کدوم از مودها در نهایت یک پاسخ خواهیم داشت که با جمع آماری همه این مودها میتونیم پاسخ کلی سازه رو به دست بیاریم. مطابق اسلاید 247 برای تحلیل در واقع مودال نیاز داریم که درجه آزادی سازه رو بشناسیم و مطابق درجه آزادی سازه مودها رو استخراج کنیم. در صورتی که سازه 3 بعدی داشته باشیم که در اکثر موارد چنین حالتی رو در پیش رو خواهیم داشت، برای سازه های معمولی به ازای هر طبقه 3 درجه آزاد در نظر گرفته میشه، البته در صورتی که سقف سازه صلب باشه. به عنوان مثال در صورتی که ما سازه 6 طبقه داشته باشیم و سقف رو به صورت صلب در نظر بگیریم و 3 بعدی مدل کرده باشیم سازه 6 طبقه رو، به صورت معمول 18 مود ارتعاشی برای این سازه مورد قبول هست. لیکن همیشه نیاز نیست که در واقع تمام مودهای ارتعاشی رو در نظر بگیریم که برابر با تعداد درجه آزادی سیستم خواهد بود. ما میتونیم در واقع تعداد مودهای کمتری رو ملاک قرار بدیم. طبق آیین‌نامه ویرایش 4 2800 بایستی تعداد مودهایی که در نظر میگیریم بتونه 90% جرم سازه رو جذب کنه. در ویرایش سوم 2 تا ضابط دیگه هم داشت که میگفت حداقل 3 مود ارتعاشی و تمام مودهایی که دوره تناوبشون بیش از 0.4 ثانیه هست بایستی ملاک قرار بگیرن، که این دو مورد در ویرایش 4 حذف شده و فقط میزان درصد مشارکت 90% مودها در واقع جرم بایستی ملاک قرار بگیره، که اغلب موارد هم همین بند کارساز بود و کنترل کننده برای ما بود. این بنده در واقع 90% جرم که در تمام مودها باعث جذب شده باشه در ASC 7 هم عیناً آورده شده و این دو قسمت بین 2800 و ASC 7 مشابه هم هستن. نکته دیگه این که در تحلیل طیفی نیاز به پیچش تصادفی مثبت و منفی نیست. در واقع همیشه یک پیچش تصادفی حالا 5% یا بیشتر برای تحلیل طیفی بیشتر در نظر نمیگیریم و مقادیر منفی اثری در پاسخ ما نخواهند گذاشت، چرا که در تحلیل طیفی تمام پاسخ‌ها به صورت مثبت با هم جمع میشن. یعنی مثلا روش SRSS یا روش CQC دو روش ترکیبی هستن که معمولا استفاده میشن که روش CQC برای حالتایی که سازه داره میرایی باشه و همچنین سازه 3 بعدی پیشنهاد میشن.
وقتی که از این روش‌های ترکیب آماری برای برهم‌نهی پاسخ‌های یک سازه استفاده میشه، اونجا دیگه در واقع عدد منفی یا مثبت بودن تفاوتی نداره، چون تمام بازها به تمام 2 میرسن و در نهایت حالا رادیکال اگه گرفته بشه در نهایت یک عدد مثبت به دست خواهد آمد. یعنی هیچ وقت ما مثلا برش پای منفی نخواهیم داشت. 249 و 250 روند انجام تحلیل دینامیک طیفی و ساختن حالتهای بارگذاری طیفی در برنامه ایتابس نشون داده شده به صورت شماتیک. همونطور که در واقع میدونید بایستی برای انجام تحلیل طیفی حداقل 3 مرحله انجام بدیم. اولین گامی که باید انجام بدیم اینه که از منوی دیفاین گزینه ریسپانس اسپکتروم فانکشنز یک طیف در واقع طراحی رو به برنامه معرفی کنیم که خود برنامه طیف‌های مختلفی رو به صورت کتابخونه‌ای داره، اما اگر بخوایم از طیف 2800 برای طراحی استفاده کنیم بایستی یا عددهای 2800 رو عددهای طیف 2800 رو به صورت نقطه‌ای وارد کنیم یا از یک فایل متنی که به صورت 2 ستونه هست و ستون اول دور تناوب و ستون دوم مقدار بازتاب سازه هست استخراج کنیم. خب اگر در صورتی که ما در واقع از این فایل متنی استفاده کنیم کافی از گزینه spectrum from file استفاده کنیم و با زدن دکمه add new function اون تابعی که قبلا در یک فایل تکست قرار داده شده رو فراخوانی کنیم. در نهایت بعد از این کار با زدن دکمه modify show spectrum شما در واقع میتونید طیف رو ببینید که در اسلاید 249 نشون داده شده. گام بعدی در تحلیل طیفی اینه که حالا بعد از اینکه ما طیف رو معرفی کردیم به برنامه از منوی دیفاین و گزینه ریسپانس اسپکتروم کیس یک حالت بارگذاری طیفی رو به برنامه معرفی کنیم که مطابق اسلاید 250 مراحل این کار رو مشاهده می‌کنید. در پنجره ریسپانس اسپکتروم کیس دیتا اول از همه این که بایستی اسم یک حالت بارگذاری دینامیکی رو وارد کنیم. در قسمت دمپینگ میذاره میرایی 5% طبق استاندارد 2800 و در قسمت مودال کامبینیشن روش ترکیب مودها ترکیب آثار مودها انتخاب بشه که بهترین گزینه روش SCQC. در صورتی که از روش SRSS استفاده بشه جذر مجموع مربعات پاسخ ملاک در واقع پاسخ نهایی قرار خواهد گرفت و در صورتی که روش ABC استفاده بشه در واقع قدر مطلق پاسخ ها با هم دیگه جمع خواهد شد. خب در قسمت دیرکشنال کامبینیشن یکی از گزینه‌های SRSS یا ABS باعث انتخاب بشه در صورتی که ما در قسمت اینپوت ریسپانس اسپکترا فقط در یک جهت از طیف استفاده کرده باشیم، مثلا در جهت U1 طیف رو به سازه تابونده باشیم یا در جهت U2 طیف رو به سازه تابونده باشیم، تو این حالت فرقی بین SRSS یا ABC در قسمت دیرکشنال کامبینیشن وجود نخواهد داشت. در ارتباط با گزینه دیرکشنال کامبینیشن من بعداً بیشتر توضیح خواهم داد. این قسمت به صورت خیلی خلاصه اگه بخوام توضیح بدم مربوط هست به جمع در واقع ترکیب آثار طیف ها در جهات های مختلف که به سازه زده میشه. در صورتی که ما در یک حالت بارگذاری بیایم در واقع اثرات 130 رو یعنی 100% نیروی زدایی در هر جهت با 30% در جهت دیگر رو بخوایم به سازه اعمال کنیم، تو این قسمت بایستی یکی از گزینه‌های مناسب رو انتخاب کنم که اجازه بدید من جلوتر خدمتتون معرفی می‌کنم که روش SRSS بایستی استفاده بشه یا روش ABS در قسمت Directional Combination. در قسمت eccentricity ratio باعث میزان خروج از مرکزیت برای طبقات وارد بشه که مثلا در صورتی که 5% بخوایم وارد کنیم 5% خروج از مرکزیت رو ملاک قرار بدیم، در این قسمت عدد 500 رو بدون اینکه منفی نیاز داشته باشه همون عدد مثبتش رو وارد میکنیم. سوم در اسلاید 251 نشون داده شده. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید در گام نهایی بایستی از منوی آنالیز گزینه set analyze option در واقع تنظیمات تحلیل طیفی رو انجام بدیم که در صورتی که گزینه dynamic analysis تیک زده بشه دکمه set dynamic parameters رو میتونید در واقع روش کلیک کنید و پارامترهای مربوط به تحلیل دینامیکی رو در واقع انتخاب کنید. با در واقع انتخاب در واقع گزینه number of mode شما میتونید تعداد مودهای مورد نظرتون رو وارد کنید. همونطور که عرض کردم خدمتتون باعث تعداد مودها به اندازه باشن که 90% جرم در کل اون مودهای انتخاب شده جذب شده باشه.
بعدی در مواردی که برش پایه به دست آمده از تحلیل دینامیکی کمتر از برش پایه استاتیکی باشد، مقدار برش پایه دینامیکی باید به مقادیر زیر افزایش داده شود. توجه داشته باشید در صورتی که برش پایه دینامیکی کمتر از برش پایه استاتیکی شده باشد باعث این کار انجام بشه، در صورتی که کمتر نباشد این اصلاح برش پایه انجام نخواهد شد. البته در اکثر موارد برش پایه دینامیکی کمتر از استاتیکی میشه، مگر اینکه سازه به شدت سخت باشه، مثلا دیوارهای برشی به تعداد خیلی زیادی در سازه استفاده شده باشه، اونجا ممکنه که در واقع برش پایه دینامیکی بیشتر بشه از استاتیکی. الف، سازه های نامنظم که نامنظمی در آنها در نوع طبقه خیلی ضعیف یا طبقه خیلی نرم و یا شدید پیچشی نباشد. شدید پیچشی حالتی بود که دلتا ماکسیمم به دلتا اوریج از 1.14 بیشتر بود. طبقه خیلی ضعیف حالتی بود که مقاومت یک طبقه از طبقه زیر خودش مقاومت یک طبقه از طبقه روی خودش کمتر بود، یعنی کمتر 65 صدام بود. و طبقه خیلی نرم هم حالتی بود که به اصطلاح سختی طبقه نسبت طبقه بالا کمتر بود. خب در صورتی که این شرایط وجود نداشته باشه، مقادیر بازتابات باعث در 90% برش پایه استاتیکی به دینامیکی ضرب شوند. در صورتی که سازه دارای نامنظمی‌های ذکر شده باشد، بازتاب‌ها باعث در 100% نسبت برش استاتیکی و دینامیکی ضرب شوند. توجه داشته باشید که استاندارد 2104 در این قسمت یک در واقع تخفیفی میده و در صورتی که سازه دارای نامنظمی خیلی زیاد باشد، نسبت برش پایه استاتیکی به دینامیکی رو 100% در نظر میگیره و در صورتی که نامنظمی‌های دیگه‌ای وجود داشته باشن 90% این نسبت رو ملاک قرار میده برای اصلاح برش پایه‌ها. در سازه‌های منظم مقادیر بازتاب‌ها باعث در 85% نسبت برش پایه استاتیکی به دینامیکی ضرب شوند که باز این هم یک تخفیف دیگه است که در ویرایش 4 در نظر گرفته شده. داشته باشید که آینام ASC7 وقتی که تحلیل دینامیکی انجام میشه فقط در یک حالت که اونم حالتی است که مقدار شتاب طیفی در دو تناوب یک ثانیه بزرگتر از 6 جی باشد، مقدار بازتاب‌ها رو همپایه میکنه، مقدار در واقع برش پایه دینامیکی و استاتیکی رو همپایه میکنه. ولی در 2008 در تمام موارد باعث این بازتاب‌ها همپایه بشن. نکته بعدی اثرات مؤلفه‌های متعامد زلزله در تحلیل دینامیکی هست. همونطور که میدونیم وقتی که سازه داره نامنظمی در پلان باشه، به صورت در واقع سازه هایی که ستون هایی که اصطلاحاً در دو جهت بهشون سیستم لرزه بر ما برخورد میکنه، مثل حالتی که یک ستون در دو جهت عمود بر هم دارای بادبند باشه، تو این حالت باعث اون ستون برای اثرات متعامد زلزله طراحی بشه. در این حالت آیین‌نامه اجازه میده که 100% نیروی زلزله در هر جهت با 30% در جهت دیگه ملاک طراحی اون ستون قرار بگیره که در واقع یک روش خیلی راحت هست برای در نظر گرفتن این اثرات. نکته که اینجا هست اینه که وقتی که می‌خوایم این اثرات رو در تحلیل استاتیکی ببینیم خیلی راحته، یعنی با تو ترکیب بارا خیلی راحت میتونیم این عمل رو انجام بدیم. در اسلاید 255 مواردی که بایستی در اونها اثرات متعامد نیروی زلزله در طراحی اعضای لرزه بر در نظر گرفته بشه نشون داده شده. حالتی که سازه داره قناسی باشد یا حالتی که سیستم ما دارای در واقع المان‌های مقاوم غیر موازی باشد، در این حالت بایستی اون المان‌ها برای این اثرات متعامد طراحی بشن. اسلاید 256 بند 314 استاندارد 2800 تاکید میکنه ساختمان باید در دو امتداد عمود بر هم در برابر بارهای جانبی محاسبه بشه. به طور کلی میتوان محاسبه در هر یک از دو امتداد را به صورت جداگانه و مجزا انجام داد، یعنی یه بار ما نیروی زلزله در جهت X به سازه اعمال کنیم تو برنامه و یه بار دیگه در جهت Y به سازه اعمال کنیم. تو این حالت در واقع خب کاملا مجزا داره این بارها به سازه اعمال میشه، در حالی که در عمل اون ستون به صورت همزمان بارهای جانبی زلزله رو دریافت میکنه. خب در این حالت ساختمان نامنظم در پلان اگر داشته باشیم، کلیه ستون‌هایی که در محل تقاطع دو یا چند سیستم مقاوم باربر جانبی قرار دارند بایستی برای این اثرات در واقع طراحی شده باشند. در این موارد چنانچه بار محوری ناشی از اثر زلزله در ستون در هر یک از دو امتداد مورد نظر کمتر از 20% ظرفیت بار محوری ستون باشد، این ضابطه رو میتونیم نادیده بگیریم. یعنی اگر ستون فولادی داشته باشیم، نیروی محوری ناشی از نیروی زلزله در اون ستون از 20% ظرفیت محوری ستون که در واقع AS FY باشه
کمتر بود، تو این حالت میتونیم این اثرات 130 رو در نظر نگیریم و در صورتی که مثلا سازه ما بتونی باشه از در واقع 20% پی صفر، یعنی در واقع ظرفیت محوری ستون، نیروی محوری ناشی از زلزله کمتر باشه، میتونیم این اثرات رو نادیده بگیریم برای اون ستون ها. طبق اسلاید 257 یک پلان به صورت شماتیک نشون داده شده و در اون ما اثرات متعامد نیروی زلزله رو برای محاسبات مربوط به در واقع اجزای مقاوم جانبی این پلان نشون دادیم. ببینید در شکل شماره 1 در بالاترین شکل سمت چپ نشون داده شده، پیکانی که با طول بزرگتر بر روی پلان کشیده شده معرف 100% نیروی زلزله و پیکان کوچکتر معرف 30% نیروی زلزله در جهت دیگر خواهد بود. توجه داشته باشید آیین‌نامه تاکید میکنه که وقتی که شما دارید 130 رو بر سازه اعمال میکنید، اثرات مؤلفه‌های متعامد نیروی زلزله رو در نظر میگیرید، در اون حالت وقتی که داریم 30% رو اعمال میکنیم و ملاک طراحی قرار میدیم، نیروی 30% نیاز نیست که بدون خروج از مرکزیت بر سازه اعمال بشه. پس همیشه 30% رو در مرکز جرم قرار میدیم و 100% رو با خروج از مرکزیت بایستی ملاک قرار بدیم. شکل 1 100% نیروی زلزله در جهت ایکس ها از جهت چپ به راست به سیستم اعمال شده و نیروی 30% در مرکز جرم از پایین به بالا در جهت شمال جنوب در واقع داره اعمال میشه. شکل شماره 2 100% با خروج از مرکزیت منفی و 30% بر روی مرکز جرم پایین به بالا. در شکل شماره 3 100% با خروج از مرکزیت مثبت در جهت ایکس ها، در جهت مثبت ایکس ها و 30% در جهت منفی وای ها در مرکز جرم. به همین ترتیب 16 حالت برای در واقع تحلیل بایستی ملاک قرار بگیریم. یعنی در واقع 16 تا ترکیب‌ها ما خواهیم داشت که بایستی ملاک قرار بدیم برای در واقع طراحی اعضا در هنگامی که می‌خوایم در واقع اثرات متعامد نیروی زلزله در نظر بگیریم. که اینجا وجود داره در ارتباط هست با حالت دینامیکی، تحلیل دینامیکی. یعنی وقتی ما میخوایم تحلیل دینامیکی انجام بدیم، بعضی از طراحا میخوان در واقع در یک حالت بارگذاری دینامیکی بیان اثرات متعامد نیروی زلزله رو در نظر بگیرن. خب من از فما 451 مطلبی رو اینجا آماده کردم که در اسلاید 258 و 259 مشاهده میکنید. در اسلاید 259 متن مربوط به فما 451 رو ملاحظه می‌فرمایید که برای در نظر گرفتن اثرات متعامد توصیه هایی داره که سه تا آلترناتیو متفاوت رو برای در نظر گرفتن اثرات متعامد نیروی زلزله بیان میکنه. من به صورت خلاصه این سه تا آلترناتیو رو در اسلاید 260 آوردم و در واقع در اسلاید بعدی هم به صورت گرافیکی نشون داده شده. در این حالت گفته شده در حالت الف گفته شده در یک تحلیل طیفی ما میتونیم بیایم اثرات متعامد در نظر بگیریم. در یک تحلیل طیفی، یعنی در یک کیس بارگذاری میتونیم 130 رو در نظر بگیریم. تو این حالت 100% نیروی زلزله در جهت x که در واقع مقیاس شده باشه رو وارد میکنیم و 30% طیف در جهت دیگر رو هم به ساز اعمال میکنیم. تو این حالت بایستی در قسمت دیرکشنال کامبینیشن گزینه ABS تیک خورده باشه. حالت دوم میتونیم در دو تحلیل جداگانه یک بار 100% طیف در جهت x و یک بار 100% طیف مقیاس شده در جهت y رو به سازه بتابونیم و در ترکیب بارها بیایم 130 ملاک قرار بدیم. مثلا با دد به علاوه لایو به علاوه 100% اسپک x به علاوه 3 دهم اسپک y در واقع در یک ترکیب بار ملاک طراحی قرار داده بشه. حالت بعدی این که در یک تحلیل بیایم این کار رو باز انجام بدیم. تو اون حالت سوم حالتی است که ما 100% طیف رو در جهت x به همراه 100% طیف مقیاس شده البته در جهت y به سازه میتابونیم و اما در قسمت دیرکشنال کامبینیشن اثرات اونها رو به صورت SRSS با هم جمع میکنیم و نه ABS. توجه داشته باشید در اسلاید 261 روش اول به صورت خیلی خلاصه نشون داده شده.
تو روش اول در واقع ما 100% نیروی زلزله در جهت x یعنی u1 رو با 30% در جهت y یعنی u2 رو در یک حالت بارگذاری مطابق اسلاید 261 شکل سمت چپ اعمال کردیم. توجه داشته باشید که تو این حالت ما بایستی در واقع حالت ABS و قسمت ارتوگونال اسکیل فاکتور عدد 1 رو وارد کنیم. راحت ترین روشش حالتی است که در اسلاید 261 و در شکل سمت راست نشون داده شده. حالتی است که در واقع 100% نیروی زلزله در جهت x و 100% در جهت y یعنی u1 و u2 با اسکیل فاکتور در واقع 100% وارد شدن و در قسمت ABS قسمت ارتوگونال اسکیل فاکتور عدد 3 وارد می‌کنیم. توجه داشته باشید در قسمت اینپوت ریسپانس اسپکترا و بر روی جعبه اسکیل فاکتور عدد 1 که من تو این اسلاید وارد کردم معرف 100% نیروی زلزله مقیاس شده است. به صورت سیمبولیک من 1 گذاشتم. ممکنه برای پروژه شما 1 نباشه، ممکنه مثلا 8 باشه، 7 باشه یا هر عدد دیگه میتونه باشه. پس در واقع اول ما مقیاس می‌کنیم با نیروی در واقع اسپک ایکس مون رو با ای ایکس مقیاس میکنیم و اون مقیاس شده رو باعث داخل این کادر قرار بدیم و نه اینکه در واقع دو تا طیف رو در جهات مختلف در یک حالت بارگذاری به سازه اعمال کنیم و برش پایه ناشی از این حالت بارگذاری ملاک مقیاس سازی قرار بدیم. (262) منواله، قسمتی از منوال برنامه تبس هست که همونطور که مشاهده می‌فرمایید طبق در واقع برنامه تبس آر مساوی است ماکسیمم آر بار 1 آر بار 2 و آر بار 3 که آر همون در واقع با تلاش نهایی هست که در واقع در عضو ایجاد میشه. آر بار 1 آر بار 2 و آر بار 3 تلاش هایی هستن که مطابق فرمول های آر بار 1 مساوی است با آر 1 به علاوه 3 آر 2 به علاوه آر 3 در واقع به دست میاد. آر 2 در واقع اون تلاشی است که حاصل از باز تابش طیف در جهت وای بر ساز به دست اومده. آر 1 در واقع تلاشی از سازه هست، مثل لنگر، مثل نیروی محوری، مثل برش که در اثر بازتابش طیف در جهت x ها بر ساز ایجاد شده در یک المان و R3 بازتابی هست که تلاشی از در واقع سازه هست که در اثر بازتابش طیف در جهت Z ها در واقع در عضو ایجاد شده. به عنوان مثال در قسمت ارتوگونال در واقع اسکیل فاکتور از وقتی که عدد 3 وارد کنیم از بین این مقادیر بازتاب ها میاد مقادیر ماکسیمم رو به دست میاره و ملاک در واقع نیروی طراحی ما قرار خواهد داد. اسلاید 263 روش دوم نشون داده شده. تو اسلاید 263 ما میتونیم در واقع دو تا حالت بار طیفی بسازیم، یعنی یکی اسپک x و یکی هم اسپک y. در واقع در اسپک x در قسمت اینپوت ریسپانس اسپکترا u1 رو در واقع وارد کنیم و برای اسپک y u2 رو اعمال کنیم با اسکیل فاکتورهای مربوط به خودشون که در واقع با نیروی زلزله در جهت x و y بایستی قبلا مقیاس شده باشن. توجه داشته باشید که تو این حالت بایستی مثل ترکیب بارهای در واقع استاتیکی در ترکیب بارها در واقع 130 رو وارد کنیم و ملاک طراحی قرار بدیم. در اسلاید 264 روش سوم نشون داده شده. ببینید تو روش در واقع سوم ما باعث 100% نیروی زلزله در جهت x با 100% نیروی زلزله در جهت y رو در یک حالت بارگذاری در یک کیس بارگذاری وارد کنیم و عددهای یکی که در قسمت اسکیل فاکتور وارد شده معرف 100% مقیاس شده اون طیف ها هست، به صورت سیمبولیک یک گذاشته شده. در قسمت دیرکشنال کامبینیشن تو این حالت حتما بایستی حالت SRSS رو انتخاب کرده باشیم، یعنی در واقع در جهت x 100% در جهت y 100%. تو این حالت ما میتونیم دیرکشنال کامبینیشن رو به حالت SRSS قرار بدیم. در صورتی که ABS قرار بدیم بایستی اسکیل فاکتور 3 رو در جلوی ABS حتما وارد کنیم.
حالت سوم در شکل در واقع 265 اسلاید 265 نشون داده شده. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید ما میتونیم در یک تیپ در یک حالت بارگذاری تیپ در جهت x و y رو به سازه بزنیم و سازه رو تحلیل کنیم و 130 رو در یک حالت بارگذاری ببینیم. اما کدوم از این روش‌ها بهتره؟ یعنی اینکه ما در یک حالت بارگذاری 130 رو وارد کنیم یا اینکه در دو حالت بارگذاری 130 رو وارد کنیم و در ترکیب بارها اونها رو با هم دیگه جمع کنیم؟ جواب به این سوال یه خود سخت، خیلی کلی نیست، ولی در اکثر ساختمون ها این که ما در واقع در یک حالت بارگذاری بیایم 130 وارد کنیم اندکی میتونه در واقع محافظه کارانه بشه، به دلیل اینکه در واقع عددی که به ما پس میده در نهایت، حالا میتونه SRSS باشه یا ABS، عددی که پس میده عددی خواهد بود که مقادیر ماکسیموم رو در بر داره، مثلا نیروی محوری ماکسیموم و لنگر خمشی ماکسیموم. در طرح اعضایی که هم نیروی محوری و هم لنگر خمشی در اونها به صورت توأمن ملاک طرحی قرار داده میشه مثل ستونها، این میتونه در واقع اندکی محافظه کارانه باشه. البته خب راحت تر میشه، این کار ما تو این حالت راحت تر میشه، ولی همون روش سنتی که ما بیام در دو حالت بارگذاری طیف رو به سازه بتابونیم و در ترکیب بارها ملاک قرار بدیم معمولا روش بهتر و مطمئن تریه. سوالی در ارتباط هست با کنترل جابجایی سازه که طبق 2800 و در واقع بقیه آیین‌نامه‌ها باعث جابجایی طبقات به مقادیر محدود بشن که خسارات به اصطلاح سازه‌ای و ناسازه‌ای در حد معقولی باقی بمونن. مقداری که در واقع آیین‌نامه در نظر میگه معمولاً 2% ارتفاع است که برای ساختمان‌های کوتاه اندکی بیشتر در نظر گرفته میشه. فقط نکته‌ای که اینجا هست اینه که نکته خیلی مهم اینه که ما در ایتپس به عنوان مثال داریم تحلیل خطی انجام میدیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما وقتی دارید تحلیل میکنید با برنامه ایتپس مکانیزم های خرابی رو در اون نمیبینید، یعنی مفاصل پلاستیکی میتونه تشکیل بشه، در عمل ما در تحلیل سازمان در نظر نمیگیریم. اصطلاحاً تحلیل خطی و قانون هوک در تحلیل های ما ثابته، ولی در عمل چنین چیزی خوب وجود نداره. این شما وقتی سازه رو بهش نیروی زیادی وارد می‌کنید وارد فاز غیر ارتجاعی میشه و رفتار غیر ارتجاعی از خودش نشون میده. خب حالا نکته‌ای که اینجا در واقع ایجاد میشه اینه که وقتی که ما داریم تحلیل خطی انجام میدیم یا تحلیل ارتجاعی انجام میدیم، جابجایی‌های سازه رو نسبت به اون چیزی که در عمل ایجاد میشه تولید میشه کمتر برآورد می‌کنیم. یعنی ممکنه تو عمل یک سازه طبقه مثلا فرض کنید که 10 سانتی متر حرکت کنه، ولی در تحلیل خطی وقتی که تحلیل خطی براش انجام میدیم ما اون ممکنه مثلا 3-4 سانتی متر حرکت داشته باشه در تئوری. برای اینکه اون تئوری ما و چیزی که در عمل در واقعیت رخ میده نزدیک به هم باشن، باعث جابجایی‌های حاصل از تحلیل خطیتون رو در واقع بزرگنمایی کنید. در ویرایش چهارم این بزرگنمایی با ضریب CD انجام میشه، با ضریب CD که در ASC 7 هم با همین ضریب در واقع بزرگنمایی میشه جابجایی سازه. ملاک ما هم معمولا ملاک ما جابجایی نسبی طبقات هستن، یعنی جابجایی مطلق یک طبقه منهای جابجایی مطلق طبقه پایینش که جابجایی نسبی بین طبقه بالا و پایین به دست بیاد. ویرایش سوم استاندارد 2800 برای بزرگنمایی جابجایی حاصل از تحلیل خطی از ضریب 7 R استفاده میشد که در ویرایش چهارم به CD در واقع تغییر یافته. خب در اسلاید 267 خلاصه در واقع جابجایی‌های سازه، کنترل جابجایی سازه نشون داده شده. برای کنترل جابجایی دلتای M که دلتای واقعی هست برابر میشه با CD برابر دلتای EU. دلتای EU در واقع جابجایی هست که ما از ایتپس به دست میاریم و حاصل از یک تحلیل خطیه. دلتا M جابجایی نسبی واقعیه و CD ضریب بزرگنمایی مطابق در واقع جدول 3-4 استاندارد 2800. توجه داشته باشید که دلتا M در نهایت باعث در ساختمان‌های تا 5 طبقه به 0.25 برابر ارتفاع طبقه
و در ساختمان‌های بیش از 5 طبقه در سایر ساختمان‌ها به 2 H محدود بشه. در ساختمان‌های نامنظم پیچشی یک نکته خیلی مهمی که در استاندارد 2800 ویرایش 4 وجود داره اینه که در ساختمان نامنظم پیچشی یا نامنظم شدید پیچشی، نامنظم در واقع پیچشی حالتی است که دلتا ماکسیمم و دلتا اوریج از 1.2 و شدید پیچشی حالتی است که دلتا ماکسیمم و دلتا اوریج از 1.4 بیشتر باشه. برای محاسبه تغییر مکان نسبی هر طبقه به جای اختلاف جابجایی‌های در مرکز جرم‌ها بایستی بیایم تفاوت بین تغییر مکان جانبی در واقع گوشه های سازه رو در نظر لبه های سازه ملاک قرار بدیم و نه در واقع اختلاف بین جابجایی های ایجاد شده در مرکز جرم طبقات. در ویرایش سوم ملاک جابجاییش در واقع در مرکز جرم بود، ولی در ویرایش چهارم در ارتباط با دیریفت ها سخت گیرانه برخورد شده و جابجایی ها در لبه های سازه ملاک قرار داده شده. اثر ترک‌خوردگی در ممانعینسی تیرها و ستونها و دیوارهای برشی بایستی در نظر گرفته بشه که در واقع برای تیرها 35 صدم، ستونها 7 بایستی در نظر گرفته بشه. سال 268 مفهوم جابجایی نسبی طبقات در مرکز جرم نشون داده شده. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید وقتی که در واقع ملاک ما مرکز جرم باشه برای تعیین دیریفت‌های سازه، توجه داشته باشه که وقتی که مرکز جرم طبقات در یک راستا نباشن در واقع تصویر مرکز جرم طبقه بالا ملاک قرار خواهد گرفت و در واقع یک خط قائم از مرکز جرم طبقه بالا ترسیم میشه و جابجایی اون نقطه ملاک کنترل جابجایی طبقه خواهد بود. همچنین مواردی که در ASC 7 برای کنترل جابجایی وجود داره در اسلاید 269 ملاحظه می‌فرمایید که عیناً شبیه مواردی است که در 2800 وجود داره. در اسلاید 270 گفته شده طبق ASC 7 در مدل سازی باعث برای تعیین جابجایی طبقات حتما برای سازهای بتونی اثر ترک‌خوردگی مقطع در نظر گرفته شده باشه. همچنین برای سازهای فولادی باعث اثر تغییر شکل چشمه اتصال نیز در نظر گرفته شده باشه که این مورد آخر در 2800 صراحتاً بیان نشده که در واقع میتونید بند 316 استاندارد 2800 در این ارتباط مشاهده کنید. نکته ای است که در اسلاید 271 نشون داده شده و همونطوری که در ASC 7 دید در اسلاید 269 ما باعث در کنترل دیریفت‌های مربوط به سازهای فولادی اثر چشمه اتصال یا محل در واقع جان ستون به محاذات بالهای تیر که به چشمه اتصال یا پنجون گفته میشه اثر تغییر شکل این ناحیه داره بر جابجایی طبقات هم ملاک قرار بدیم که در 2800 به این اشاره نشده. در واقع فقط در واقع ارتباط با سازهای بتونی گفته شده که اثر ترک‌خوردگی بایستی ملاک قرار بگیره. در اسلاید 271 یک نمونه آزمایشگاهی مربوط به چشمه اتصال ملاحظه می‌فرمایید که اثر تغییر شکل برشی که در این قسمت رخ میده میتونه بر روی پاسخ جابجایی طبقه اون اثرگذار باشه. یک مثالی در اسلاید 272 و 273 نشون داده شده. مثالی که ملاحظه می‌فرمایید مربوط هست به یک سازه چند طبقه، سازه 8 طبقه در اسلاید 272 که در واقع جابجایی قاب در دو حالت بررسی شده. در شکل سمت چپ اثر چشمه اتصال در نظر گرفته شده و جابجایی در واقع بام در طبقه هشتم 35 سانتی متر به دست اومده در جهت X. در شکل سمت راست اثر چشمه اتصال در نظر گرفته نشده و میزان جابجایی طبقه 25 سانتی متر برآورد شده. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید در واقع چشمه اتصال میتونه اثر قابل توجهی بر روی پاسخ جابجایی قاب داشته باشه. با یک مثال در اسلاید 273 نشون داده شده. در این اسلاید یک سازه فولادی نشون داده شده که در اسلاید 273 شکل سمت چپ با یک آینامه معمولی در واقع تحلیل شده. در صورتی که از آینامه AISC 2005 یا 2010 استفاده بشه در اون آینامه ها از در واقع روش دیرکت آنالیزیس متد یا روش مستقیم برای تحلیل استفاده شده باشد فقط ضریب کاهش سختی 8 EI در واقع در مقاطع ضرب میشه و باعث میشه که سختی مقاطع کم بشه و در نهایت جابجایی طبقات زیاد بشه. توجه داشته باشید که تو این حالت نیازی نیست که
برای کنترل دریفت ها این ضریب کاهش 8 دهم البته تایبی هم البته ضرب بشه 8 دهم تایبی در سختی خمشه و سختی محوری اعضا ضرب بشه. توی این حالت اگر از آینه AIC 365 یا AIC 310 داریم استفاده می‌کنیم برای طراحی و از روش مستقیم داریم استفاده می‌کنیم، البته این ضریب کاهش نیاز نیست که برای کنترل دریفت ها ملاک قرار بگیره و میتونیم با یه سیو از فایلمون روش در واقع مستقیم رو کنسل کنیم و یک روش دیگر رو برای در واقع تحلیل در نظر بگیریم و کنترل دریفت رو در اون فایل جدید در واقع در نظر بگیریم. AC7 در صورتی که از تحلیل غیر ارتجاعی استفاده کرده باشیم میتونیم میزان جابجایی سازه رو 25% بیشتر در واقع در نظر بگیریم. مقدار جابجایی موجات رو میتونیم 25% بیشتر از چیزی که در واقع در تحلیل ارتجاعی در نظر گرفتیم بتونیم ملاک قرار بدیم. خطرات رو در ضمن برای سازها است که برای جلوگیری از ضربه زدن سازهای مجاور به هم دیگه باعث جابجایی مطلق رو ملاک قرار داده و در واقع در ضمن بین دو سازه در نظر بگیریم که این در واقع صدمه‌ای در اثر برخورد اون سازها در حین زلزله ایجاد نشه. در سازهای با اهمیت خیلی زیاد مثل در واقع بیمارستان ها یا مدارس با هر تعداد طبقه و یا در ساختمان بیش از 8 طبقه از روش جذب مجموع مربعات برای تعیین در ضمن قطاع استفاده میشه، بدین معنی که در واقع جابجایی هر کدوم از سازه ها باعثی داشته باشیم و هر کدوم از جابجایی مطلق بام هر کدوم از اون طبقات رو به توان 2 برسونیم و رادیکال بگیریم. در صورت عدم وجود مشخصات سازه مجاور 70% مقدار تغییر مکان واقعی تر در نظر گرفته میشه. برای ساختمان‌های 8 طبقه و کمتر میزان در ضمن قطاع به 5000 ارتفاع سازه محدود میشه که باعث این در نظر گرفته بشه. در اسلاید 276 یک نمونه از در واقع خرابی‌هایی که در اثر برخورد سازه‌ها در اثر عدم تعمیر در ضمن قطاع ایجاد شده ملاحظه می‌فرمایید. مثال در اسلاید 277 نشون داده شده. دو سازه نشان داده شده در این اسلاید که در واقع سازه سمت چپ سازه شماره 1 دارای در واقع 3 طبقه با ضریب رفتار 5 و سازه دوم 2 طبقه‌ای با ضریب رفتار 3.5 در نظر گرفته بشن. طبق استاندارد 2800 باعثی بین دو سازه در ضمن قطاع رعایت شود و مقداری در ضمن قطاع در واقع میتونیم از روش استارسس استفاده کنیم. خب محل برخورد این در واقع دو تا سازه طبیعتاً در ترازی است که با شماره 3 نشون داده شده. در تراز شماره 3 باعثی از جذب مجموع مربعات برای کنترل جابجایی بین این دو سازه استفاده کنیم. خب در تراز شماره 3 میزان جابجایی سازه شماره 1 برابر با 2.54 سانتی متر هست و برای سازه شماره 2 در اون تراز که بامش رو تشکیل میده 1.9 سانتی متر است. حالا هر کدوم از این عددها رو یعنی 2.54 و 1.9 و اگر به توان 2 برسونیم و رادیکال بگیریم مقدار در واقع در ضمن قطاع به دست میاد 3.17 سانتی متر. باید توجه داشته باشیم قبل از اینکه 2.54 و 1.9 به توان 2 و با هم جمع کنیم باعث هر کدومشون در CAD مربوط به سازه خودشون ضرب بشن. به عبارت دلتاهای M یا دلتاهای واقعی رو در واقع در نظر بگیریم و اونها رو به توان 2 برسونیم و رادیکال بگیریم تا در واقع جابجایی مطلق واقعی سازه به دست بیاد. در اسلاید 278 یک مثال دیگه نشون داده شده که دو تا سازه در واقع نشون داده شده که دارای ارتفاعات مختلف هستن. سازه شماره 1 دارای جابجایی 6 اینچی و سازه شماره 2 دارای جابجایی 8 اینچی. البته این جابجایی ام یا در واقع دلتاهای واقعی هستن. حالا اون در ضمن قطاعی که واسه برشون در نظر گرفته بشه برابر است با رادیکال 6 به توان 2 علاوه 8 به توان 2 که مقدارش به دست میاد 10 اینچ.